السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. انسان در این تجلیگاه ها با حضرت همراه. شما فقط همجوری میخونید ها، حیفه نخونید. اینا تجلی از جمال الهی رو حضرت آقای امام السلام به نمایش میذاره و او دائم الصلات هست. اینجوری نیست شما میگید سلام میرسید به قیامش، نمازش، رکوعش، قنوتش تموم شده است. نه، اون حی است، اعمالش هم حی است و تجلی تمامی زیبایی های عوالم ملکوتی هست که از آقا به این شکل ساطع میشه. و اشهدک یا مولا ان علیا امیر المؤمنین حجته والحسن حجته والحسین حجته. بعد ما رو ورود میدن به حجت خودشون. حجت برای همه ما تموم هست. چرا هی تاکید میکنن علیون حق، فلان حق، حجت حسن حجت حسین حجت علیه السلام، یک به یک میاد تا به خودش. نه، همه پیام داره. اولش اینه که یه صفحه انسان داشته باشه، اونجا از زمان مکان نیست، ورود پیدا میکنه ببینه حجت علی علیه السلام در چه رنج بویی هست. یه برداشت ظاهری میشه که حجت هست دیگه، حجت به همه ما تمام. اینه؟ نه، اون حجت به معنی واقع در این دعا اتفاق میفته و از شد اونجا زمان مکان نیست. یعنی ملکوت اینجوری نیست، چشم دل یه جور دیگه هست. بعد اون وقت آدم میفهمه که اون روایاتی که هست میگن بر براق بر اسبها هستن وارد بر بهش میشن اهل بیت، میفهمه دیگه. اون اگه این دست بهش بده میفهمه این براق چهارها نیست، بلکه بر همین حجتشون و حقشون اینها متجلی میشن و انسان اگه آشنا باشه با این چیزا میفهمه که این علی علیه السلام هست. الان اونجا علی علیه السلام به شکل ما نمیاد که بهش، با اون حقیقتش میاد. اون حقیقت کسی میبینی که اینجا اون شناسایی کرده، تا همین زیارت آل یاسین یه سفری درونی باش کرده، آشنا به رنگ و بوی علی علیه السلام و هر کدوم از اینا حجت میشه برای شخص. حالا من اینجوری توضیح میدم، شما میدید دریا قلم بشه بشیم بنویسیم کم هست، حرفا رو باز بشه. این دیگه با علما بیان اینا رو بازگو کنن. بعد از اون سفری به توان، یعنی هر چی اتفاق در عالم آخرت میفته و رجعت میفته در زیارت آل یاسین هست. مثلا میتونه همه اینا رو سفر کنه و ببینه. زیارت آل یاسین ها همه اینا رو میبینه و تو عالم برزخ چه گذر. و ان الموت حق و ان ناکر و نکیرا حق. القبر حق و نکیر منکر. چه سوالی میکنه؟ چیا هستن؟ در چه چیزی سوال میکنه؟ همه اینا در یک آن واحد برای سالک دیدنیه. یعنی اینجوری نیست که شما بگید اینایی که شمرده میشه وای وقتی، اونجا اینجوری نیست. بعد از این فرمود علیه السلام کسی منقطع شد از دنیا تو اینجا اینا رو خواهد دید. ما یه مقدار چه دیدم دیگه با این توضیح میدیم که اینجوری دیدنی هست. بعدش دیگه حق کن که انسان بفهمه که اینا ما هنوز ایمان در درجات عالی نیست، چون اگر ایمان درجات عالی زمان متوجه بشه هیچ وقت ازش منکر صادر نمیشه، گناه کرده خطا گناه نمیکنه. این از درجات پایین ایمان هست. اینجوری سلام میبینیم. و اشهد ان النشر حق والبعث حق و ان الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق
الجنة والنور حق والوعد والوعید بهما حق. از سیر میدن تمام عوالم برزخ چه اتفاقی میفته و قیامت همه رو میبینید. و ان رجعتكم حق لا ریب فیها. عالم رجعت هم میبینید، چیا اولا میان، با چیا هستن، چندین سال حکومت میکنن، چه افرادی میان، همه این آدم در آن واحد همینا رو میبینید. میشه دید یا همش حرفه؟ این دنیا اینجوری دیگه، اصلا چیزش با این دنیا زمین تا آسمان فرق. اینجا اگه من میخوام به توجه با آی زید باشه دیگه امر رو نمیتونم ببینم، ذهنم فکرم فقط متوجه ایشونه. اونجا نه، در آن واحد شما همه اینا رو میتونید ملاحظه کنید و ببینید. اینی که بحث فوق نور رو عرض کردم که عشق بر عباد اراده به عبادالله فوق نور، فوق نور انسان رو میبرد. اما این آیت ها برای ما شده است، الحمدلله شده است. انشاءالله یه مدت تلاش کنیم، مجاهدت رو زیاد کنیم. اصل مجاهده محاسبه شب و مراقبه است، بقیه همه مقدمات، یعنی فراهم کردن اون دوتاست. شاعر میگه سجاده را با می رنجین کن، یعنی می یعنی مراقبه. سجاده یا سجده انسان یا نماز انسان، سجود انسان بدون مراقبه یک حرکت بی خود، باید با می اون رو حفظش کنی، تحولش کنی. می یعنی مراقبه. مراقبه نباشه فایده نداره. باید کشی که نفس بود از ابتدا این چنینی مراقبت کرد. هشدار را هم حضرت علامه داده، فرمود بچه 3 ساله چقدر نیاز به مراقبت داره. نفس انسان بیش از اون بچه 3 ساله نیاز به مراقبت داره. مراقبت در آخر عمرش هم نصایح خواستن، فرمود مراقبه.